درود بر شما. امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. امروز میخوام یه آموزش خیلی خفن بهتون بدم که مطمئنم به طور کامل به درد همه میخوره. من امروز 2 تا برنامه رو برای مثال قرار دادم. یکیش H هست و یکیش کورون. من میخوام یه کاری کنم این مرورگر H به هیچ عنوان از اینترنت VPN استفاده نکنه، حتی اگه VPN روشنه، و کورون به هیچ عنوان از اینترنت مودم و ایران استفاده نکنه و فقط از اینترنت فیلتر شکن استفاده بکنه. برای این کار من از برنامه پروکسیفایر و هیدیفای استفاده کردم. برنامه پروکسیفایر رو خیلی راحت میتونید از داخل سایت ها دانلودش کنید و اون کد فعالسازی ها رو بزنید و بدون مشکل برنامه میاد بالا. خب اول در برنامه هیدیفای نیاز هست که شما این تنظیماتتون روی حالت VPN باشه که وقتی که فعال میکنید VPN رو در نتورک شما یک اینترفیسی به وجود بیاد و این اینترفیس رو ما بتونیم روش کارهای انجام بدیم، محدودش بکنیم یا طور کامل بلاکش بکنیم. پس ما به برنامه پروکسیفایر نیاز داریم که اول در وهله اول میایم یه دونه پروکسی ایجاد میکنیم، آدرس رو میذاریم 127.0.0.1 و پورت هم مهم نیست، هر پورتی که دوست داشتین میتونین بذارین، روی ساکس 5 میذارین و اوکی میکنید. میگید که میخواین به حالت دیفالت قوانین پروکسیفایر در بیاد، میگید نه و بعد اوکی میزنید. میگه میخواین قانونی بذاریم، چون هیچ قانونی نیست پس یس رو میزنید. برای مرورگر H در ابتدا قانونی میذاریم که به هیچ عنوان از اینترنت VPN استفاده نکنه، پس اد رو میزنیم. ما H رو اضافه میکنیم، H رو انتخاب بکنیم و اکشنش رو بذاریم به حالت دایرکت. در ادوانسد گزینه اترنت رو از اینترفیس ها انتخاب بکنیم، این رو هم روی گزینه یوز سیستم دیفالت و اوکی رو میزنیم. اینجا مجدد ما اوکی رو میزنیم و تایید این رو میزنیم و چک میکنیم ببینیم که این قانونی که گذاشتیم الان فعال هست یا نه. خب ما یه رفرش میکنیم، VPN فعاله، ببینیم که با اینکه VPN فعاله ولی IP ایران رو بهمون داره نشون میده. پس برای H عملیات موفقیت آمیز بود. میریم برای مرورگر کورون. مرورگر کورون وقتی که رفرش میزنیم ما IP فرانسه رو داره نشون میده. پس میایم یه قانون براش میذاریم که فقط از اینترفیس هیدیفای استفاده بکنه. مرورگر کورون داره به C پروگرام فایل و گوگل کورون اپلیکیشن و کورون میذاریم و میذاریمش روی حالت دایرکت ادوانسد و این رو میذاریم روی اینترفیس هیدیفای، ولی اینجا باید بذاریم، شما باید بذارین روی ایگنور دیسترویلر، این قانون رو نادیده بگیر. اوکی رو میزنید، اوکی و مجدد اوکی. خب اینجا دیگه به طور کامل وقتی که ما VPN روشنه مطمئنیم برنامه کورون داره از این استفاده میکنه. خیلی خوب، حالا میایم VPN خاموش میکنیم و به یه مشکلی برمیخوریم. وقتی که VPN خاموش میکنیم الان ما کورون رو میبینیم که خیلی راحت داره بهمون IP ایران رو میده و اینترنتش متصله، که ما اینو نمیخواستیم. ما میخواستیم به طور کامل برنامه کورون برای ما هیچ اینترنتی دریافت نکنه از IP ایران، راحت داره دوباره با اینترنت ایران به ما
جواب میده و ما نمیخوایم این اتفاق بیفته. پس میریم یه دونه قانون دیگه برای کروم میذاریم و این دفعه میذاریمش روی ساکس خیلی راحت و اوکی رو میزنیم و تایید. الان وقتی که VPN رو ما روشن میکنیم خیلی راحت میبینیم که داره به ما IP VPN رو نشون میده و میبینیم مرورگر کروم داره از اینترفیس مال هیدیفای هست استفاده میکنه. فکر میکنم اینترنت کمی ضعیفه و داره اذیت میکنه، اما اوکی هست. میبینید که در این حالت این حالت رو به ما نشون میده و وقتی هم خاموشش میکنیم میبینیم که خیلی راحت مجدد به ما IP ایران رو میده، ولی نه اینجوری نیست، این کامل بلاک شده و هیچ اینترنت دیگه بهش نمیرسه. میبینید که همش رو فیل میزنه و کانکتینگ و کانکت هم نمیشه. مجدد تست میکنیم برای که انجام دادیم رو. VPN متصل، پینگ عالی. رفرش میکنیم میبینیم که خیلی راحت به ما IP فرانکفورت رو داد و برنامه ایج رو تست میکنیم میبینیم که IP تهران میده. امیدوارم از این آموزش لذت برده باشید و اوقات خیلی خوشی رو داشته باشید.